салом алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. ба ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Аъзам Тавоев. видеоро ки мудат дӯстон чӣ хеле ки медонанд дар бораи ҷинҳоай ва пеш аз видеоро сар кардан ба шумо гуфтаниам ки кадоме ки дӯстон дар бораи реклама ё ки сообщество ё ки поделиться гап задан мехоҳад, марҳамат номерои ман дар ҳамҷоз меброя, дар WhatsApp фақат нависен, дар комментария хоҳиш мекунем ки нанависен. با ما شاید ویدیو رو که می‌ذارم سر می‌کنیم. تیاره رفتیم. در دنیای ما آدمان با چه چیزهای روبرو نمی‌شوند. یک خیلیشون با جین، یک خیلیشون با روحی که به مثل آدم است و در خانه بعضی‌هایشون اشیاءها خود به خود می‌جنبند. و حتی آدمانی هستند که با آنها جین حمله کرده است. و امروز ما با شما یک چند نوار رو می‌بینیم که در این نوارها جین با آدمان حمله کردند. مرحمت دوستان تماشا کنیم. چقدر که دوستان ما در این نوار دیده ایستادیم، یک کودک به نزد یک سنگ میآید. نمیدونم برای چی، لیکن ببینید که از پشت این کودک یک چیز او را تله میدهد با قوه بی‌نهایت زیاد. و چقدر که دوستان ما در این ویدیو دیده ایستادیم، دو جوان در یک خانه خواب هستند. اما بعد از یک چند لحظه در این خانه گشوده می شود و از پای یک شخص چیزی می دارد و او را از زمین می بردارد. لیکن این چی است تا حال معلوم نیست. با گفت شما چی دوستان؟ فکر و عقیده خود را در کامنتاریا نویسید. و باز یک حمله جین به کودک. چه داشتیم دوستان، این کودک خوب است، چیزی از پای او داشته او را با زمین کشیده میبرد. و در اینجا ببینید دوستان که یک شخص در درون کلیدار رفته ایستاده است و یک جین به او حمله میکند. دوستان این نوار را حتی در تلویزیورها آن وقت پهن کرده بودند. با گفته آدما این حقانی است، یگان نمود مونتاژ نیست. باز همین گونه نوار، یک شخص از کافه به جای کاری خودش رفته ایستاده بود، اما در کلیدار وقتی که اون میخواهد با کابینت خودش درآید، ببینید که با او چی حمله میکند. این نوار باشد دوستان در مهمانخانه اندونزیا به نوار گرفته شده است. این زن خودش میگوید که در اینجا با من یک چیزی بی‌نهایت پرقوت حمله کرد و بعد از زدن او من از اینجا گریختم. این کادرها را در چیلی به نوار گرفتند. این دختر به نزد ادوکات خودش میآید، اما بعد از یک چند لحظه چیزی به سر او با قوه بی‌نهایت وزنین میزند که این زن در همان جا میغلد. این کادر باشد دوستان چقدر که ما دیده ایستادیم، پرده های این تریزه خود به خود یک نیمه میشوند و از تریزه یک چیزی میدرآید و بعد از چند ادیالی که در بالای این شخص بود، این ادیال به جنبیدن می‌درآید.
бо ҳамин видеороле ки имрӯза ба анҷом расид дӯстон шумо ба ин гуна видеоҳо бовар доред? дар видео лайк монед, фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария нависед. Хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.